به دوره علوم کامپیوتری اکادمی خان در پایتون خوش آمدید. بیایید بیشتر در مورد آنچه که این دوره ارائه می‌دهد یاد بگیریم. در این دوره اصول اساسی برنامه‌نویسی را یاد خواهید گرفت، از متغیرها تا شرایط، حلقه‌ها، تابع‌ها و ساختار داده‌ها. ما مفاهیم را در زبان برنامه‌نویسی پایتون معرفی می‌کنیم، اما این مفاهیم برای هر زبان برنامه‌نویسی دیگری که ممکن است در آینده استفاده کنید قابل استفاده خواهد بود. شما یاد خواهید گرفت که چگونه یک مشکل را از الزامات کاربر به یک نمونه کار تجزیه کنید و چگونگی خواندن، گسترش و تغییر یک قطعه کد موجود. در طول دوره ما کاربردهای مختلف برنامه‌نویسی را بررسی خواهیم کرد. بنابراین می توانید طیف وسیعی از مشکلات را ببینید که برنامه‌نویسی می تواند برای حل آن استفاده شود و انگیزه‌ای پیدا کنید که شما شخصاً با آن ارتباط برقرار کنید. شما یک صفحه وب قالب بندی می کنید، یک موتور توصیه طراحی می کنید، انتخاب طبیعی را تحریک کنید، یک بازی بسازید، داده‌ها را تجزیه و تحلیل کنید و خیلی بیشتر، در حالی که شما مجموعه‌ای از پروژه‌ها را ایجاد می کنید که کار شما را نشان می دهد. برنامه‌نویسی به طور بی‌نهایت برای سایر رشته‌ها قابل استفاده است. می تواند به شما در حل مشکلات، پاسخ دادن به سوالات یا اتوماسیون وظایف که در غیر این صورت ممکن است چند روز طول بکشد تا به صورت دستی محاسبه شود. علاوه بر این، در نیروی کار مدرن تعداد فزاینده‌ای از مشاغل نیاز به یا حداقل از پس زمینه‌های برنامه‌نویسی بهره مند شوند، از بازاریابی تا بهداشت عمومی تا طراحی درک اینکه برنامه‌ها چگونه کار می‌کنند می‌تواند به شما کمک کند تا از تکنولوژی که هر روز استفاده می‌کنید استفاده کنید و شما شروع به توسعه یک بینش برای اینکه چگونه برنامه‌هایی که شما استفاده می‌کنید ساخته می‌شوند خواهید کرد و محدودیت‌ها و تعصب‌های خود را بهتر بشناسیم. بنابراین شما می‌توانید یک کاربر مسئول، انتقادی و موثرتر از تکنولوژی باشید. مهارت‌های حل مسئله‌ای که در اینجا یاد می‌گیرید می‌تواند به شما در رشته‌های دیگر کمک کند. علاوه بر آن، برنامه رازا خالا خوبه. به عنوان یک برنامه‌نویس شما هر روز خلاقیت خود را برای ساخت چیزهای جدید و هیجان انگیز استفاده می‌کنید. این دوره فرض می‌کند تجربه برنامه‌نویسی قبلی سفر. پس اگر فکر می‌کنید چیزی در مورد کامپیوتر نمی‌دانید، پس این دوره برای شما ساخته شده است. و اگر تجربه برنامه‌نویسی قبلی دارید، این دوره برای شما هم ساخته شده است. وقتی این دوره رو ساختیم، یک سطح دبیرستان را هدف قرار دادیم، اما همچنین برای دانش آموزان با انگیزه در دبیرستان مناسب است و این یک گزینه عالی برای دانش آموزان بزرگسالانی است که به دنبال افزایش مهارت‌های خود هستند. این دوره با یک محیط توسعه مبتنی بر وب ساخته شده، پس متون برای اولین دقایق رمزگارا کنا هر مفهوم جدید با یک تمرین خواندن کد شروع می‌شود، جایی که یاد می‌گیرید اجرای برنامه‌ها را ردیابی کنید. سپس شما می‌توانید این مفهوم را در یک چالش برنامه‌نویسی قدم به قدم، جایی که شما یک برنامه موجود را برای حل یک مشکل گسترشی می‌دهید. این پلتفرم فرو را بازخورد و راهنمایی می‌دهد. پس شما همیشه می‌توانید مطمئن شوید که در حال پیشرفت هستید و هر واحد با یک پروژه باز به پایان می‌رسد. بنابراین می‌توانید خلاقیت خود را اعمال کنید و ببینید که به کجا می‌برد. مشامل سخنرانی‌های ویدیویی، طراحی برنامه، نمونه‌های کاری و هزاران برنامه نمونه‌ای تعاملی که می‌توانید با آن اجرا کنید، تغییر دهید و آزمایش کنید. به علاوه شما به جامعه شگفت انگیز ما از دانش آموزان دسترسی دارید که می‌توانند به سوالات پاسخ دهند و الهام بخش باشند. پس نگاهی به برخی از پروژه‌های شگفت انگیز دیگر دانش آموزان ساخته شده است در گالری برنامه ما یا یکی از خودتان را نشان دهید. من به عنوان یک مهندس نرم افزار در محصول